خب و این چنین به توجیه ربانی، به دستور الله از بالای 7 قبض آسمان نظر کنید. الله تعالی در سوره اعراف میگوید که و کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورید فرمان است، نوشید فرمان است، ولا تسرفوا، از حد زیاد نخورید، یعنی به جای نفسو برای شراب هم نخورید، تا گلو نخورید، پیش از سیر شدن بس کنید. این بهترین دستور است. حتی وقتی بعضی نصرانی ها قرآن را میخواند میگوید که قرآن را خواندم، در قرآن علم طب نیست. بعد یک عالم میگوید که در 3 کلمه یک آیت الله تعالی طب را جنبست کرد. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورید نوشید اسراف نکنید، خورید طعام‌های غذاناک را، فایده‌ناک را، این شفا است، نوشید شفا است، ولا تسرفوا، از حد زیاد نخورید که علتی بیماری، تمام بیماری ها از پرخوری بود. یعنی در توی ها 4-5 نمودی طعام، حلواها، میوه ها، شیرینی ها، خورش های گوناگون، گوشت مرغ، گوشت ماهی، گوسفند، اینا اسرافند. طعام دید که مردم سیر شوند، هیچ گپی نداره. یگان قطره از شیرینی ها، نوشاکی ها میلی، لیکن اسراف نکنید. برای خودنمایی، برای به مردم انسانی قرضدار یک عمر. سبب قرضداری چیست؟ توی است. توی کلام کرده است، از حجم خودش کلام کرده است، به ریبا قرض گرفته است. ولی وقتی که ما از بانک پول نگیریم، آدما میگن که شما با ما پول تید نباشد یا از کجا گیریم نباشد. شکایت های مردم بینید از بانک ها، چه خیلی شکایت دارن، چه خیلی بانک آنها رو فریب کرد، چه خیلی آنها در امروز مفلس شدن، یعنی بانکرات شدن. همین خیلی پشیمان هستن که برای چی من به فایز پول گرفتم، برای چی به پرسنت پول گرفتم. ولی بسیار آدمای به من شکایت ها کردن، بعضی آدمایی که حتی ظاهرا حاجی و نماز خوانن به پرسنت پول میدادن. نعوذ بالله. کسانی که قرضدار هستید فقط تنی مالتید، اما $1000 گرفتید، $1000 برگردونید، ریبای نتید، اضافگی نتید، و حرام است. این خیلی عقد هم نمی کردید باید. یعنی توی میکنن، توی وایمه، خودنمایی، با اون چیزی که در خودت نیست خودت رو زینت نده. کسی که خودش زینت یاد به چیزی که در خودش نیست، الله تعالی به بیزید میکند، شرمنده میکند. بعد همین نکاح سبب میشد که شما بانکرات هستید، شما یک عمر قرضدار هستید، در مدر هستید، غریبی هستید، در بلا گرفتار هستید. برای چی؟ برای که شما در ابتدا الله تعالی رو گناه کردید، تویتون طبق دستور شریعت نشد، ریاکاری کردید، خودنمایی کردید، به ریبا پول گرفتید، توی خانه های زیاد کردید، اسراف کردید، طعام حرام گذاشتید در تویتون، در تویتون موسیقی آوردید، رقاصه آوردید، بعد کی بانکرات شد؟ بنابراین خورید، نوشید، توی دهید، ولی اسراف نکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث احمد گفتن که کلوا واشربوا و تصدقوا بغیر اسراف ولا مخیله. شما خورید، نوشید، صدقه هم کنید از اضافگیاش، اسراف هم نکنید و فخر هم نکنید و مردم مالاتون رو نشان داد و خودنمایی نکنید. خب این بود درباره توی است. برادرای عزیز، اگر کسی که با همین اسلوب اگر خانه‌دار شود، انشاءالله یعنی که او روزی نیکی را می‌بیند. و اینچنین نکاح چه خیلی که در بالا ابتدای صحبت گفتیم وعده الله تعالی هست که وعده بایگری داده شده است، کسی نکاح میکند بای میشه.